استاد ما در آلمان هستیم از سبب که همین جماع نماز میخونیم در مسجدها وقتهای عصر شام در پیش نمازهای فرض با سنت 4 رکعتی میخونن. مثال ما همین در مثال جماعت میخونیم از سبب که میریم داملا هم که میخونن بعد مخدوم سنت نمیخونم نماز سنت هم که بشنیم میخونم تمام. پیش از عصر 4 رکعت میخوند گفتید؟ پیش عصر خفتن مقصد 4 رکعت سنت میخونند. در کجا؟ در آلمان در مسجد ها هم که میخونن میگه ایرا پیغمبر صلی الله علیه و آله هم که کردگی ما هم که میکنیم اگر نکنیم سال گناهگار نمیشه نه که سبب که اجتهاد نمیکنیم و پس هم قرائت میکنیم که اگر نماز اختمون قضایی ما نمیخونیم تمام. برادر 4 رکعت پیش از عصر حدیث آمدگی است. در مذهب حنفی هم ذکر میکنم فقط ممکن است سنتی موحده نیست. در ترکیه مثلا میخونن 4 رکعت پیش از عصر نماز میخونن. در تاجیکستان نمیخونن لیکن در مذهب حنفی است هر دوشان. ترکیه هم مذهب حنفی است تاجیکستان هم. لیکن تاجیکستان نمیخونه ترکیه میخونه. لیکن در کتابا هست پیش از عصر 4 رکعت سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه کردن که رحم الله امرأ صلی 4 قبل العصر. الله تعالی رحمت و مغفرت کند آن آدمی که پیش از عصر 4 رکعت نماز میخونه. پیش از خفتن هم بله حدیث ها اومدگی است. یعنی که اینا حتمی نیست. خوانید ثواب میگیرید نخوانید نه که برای همین شده مسجد ترک نکنید. امام نماز 4 رکعت سنت میخواند تو برای همین شده جماعت ترک کنیم میگویید. استاد اگر نه چی بخونیم گناهگار نمیشیم استاد. نه آخر چی به گناهکار میشید؟ مادامی که حدیث وارد شده از در شریعت هست بله.